بچه‌ها که برای گردش وارد کشتی شده بودند که برن دریا رو بگردن، با طوفانی بزرگ روبرو شدن. سلام دوستان، اگه به شنیدن داستان علاقه داری کانال ما رو سابسکرایب کن. شب 9 مارس سال 1860 کشتی کوچکی به نام سلوکی آرام و سنگین امواج خروشان دریا رو میشکافت و جلو میرفت. ناگهان ساعت 11 شب دستخوش طوفان شد. در انتهای کشتی 3 جوان 14 ساله با مهارت تلاش می‌کردند تا از انحراف اون به سمت دیگه‌ای جلوگیری کنند. یکی از اونا که شجاعتر از بقیه بود رو به دوستاش کرد و گفت: برایان جاناتان، خونسردی خودتون رو حفظ کنید. ترس به دلتون راه ندین. کاپیتان کشتی شخصی کارکشته و ماهره. ما رو از این مهلکه نجات میده. در این هنگام پارس سگی که به سطح کشتی اومده بود میان کودکان خردسال وحشتی مضاعف ایجاد کرد. برایان فریاد کشید: چشماتون رو ببندید، نترسید، فعلا هیچ خطری ما رو تهدید نمیکنه. آروم باشید بچه‌ها، برید داخل کشتی بشینید، زود باشید، زود باشید. این فریاد ماکو بود که به دیگران هشدار میداد مراقب باشند. برایان رو به باکسته کرد و گفت: تو، کوروس و بقیه بچه‌ها برین پیش هم بمونید. ما 4 نفر سعی میکنیم کشتی رو از خطر نجات بدیم. باکسته با خود نجوا میکرد: اینا خودشون هم ترسیدن. تمومش ظاهرسازیه، مسخره است. به واقع چنین بود. زیرا تنها 15 بچه داخل قایقی بودن که آب اونا رو برده و میون امواج رها کرده. حتی یه مرد بزرگسال یا کاپیتانی در کشتی نبود تا اونا رو از این طوفان سهمگین نجات بده. کشتی این که در اقیانوس آرام که 2000 سنگ پهنا داره قرار داشت. اقیانوس عظیمی که اگرچه غرش نمی‌کرد حتی دیدن اونم وحشتناک بود. وحشت سر تا پای وجود بچه‌ها رو در بر گرفته بود. چرا که اونا می‌دونستن در این اقیانوس پهناور همواره کشتی‌های دزدان دریایی هم در رفت و آمدن. بچه‌ها با ناامیدی بسیار به آب‌های نیلگون خیره شده بودند و آرزو می‌کردند که یکی از اون کشتی‌های بزرگ قاره‌پیما و یا کشتی‌های بازرگانی رو که همواره در این اقیانوس در رفت و آمد بودند مشاهده کنند و از اونها درخواست کمک کنند. اما طریق از یک کشتی کوچک بادبانی. برایان و دوستاش سعی در اداره کشتی داشتند ولی متاسفانه بخت با اونا یار نبود. جاناتان مایوسانه و با لحنی محزون پرسید: برایان چی کار کنیم؟ برایان با خونسردی و اعتماد به نفسی بی‌نظیر پاسخ داد: هیچ، ما خدا رو داریم، خدا خودش کمکمون میکنه. ما تنها نیستیم و تا زمانی که قادر باشیم در مقابل این طوفان مقاومت میکنیم. این در حالی بود که قسمت مهم دکل کشتی بر اثر طوفان در هم شکسته بود. کشتی بدون بادبان و تنها با اتکا به قسمت‌های سالم حرکت می‌کرد. فقط کافی بود یکی از اون بادهای شدید غرش کنان از راه برسه و باقی مونده این دکل رو هم سرنگون کنه. اما در قسمت جلوی کشتی وضعیت چندان رضایت بخش نبود. قطعات خرد شده بدنه آنچنان با شدت به هم برخورد می‌کردند که همواره صدای امواج خروشان دریا موقعیت هولناکی برای بچه‌ها فراهم می‌شد. این کودکان خسته هیچ کدام از عهده ترمیم این ضایعات بر نمی اومدن. مستعسل و درمانده به آینده نامعلوم چشم دوخته بودند. در یک آن برایان به اتفاق ماکو به قسمت جلوی کشتی رسیدن و با شهامت بسیار و با وجود لرزش شدید کشتی و طوفان سهمگین موفق شدن قطعات پاره شده بادبان رو از جا بکنن و به جای اون یک بادبان دستی استوار کنن. در این هنگام جاک برادر برایان گفت: برایان کمک کن، سالن کشتی رو آب فرا گرفته. برایان به سرعت خود رو به سالن پایین که 10-12 بچه در اونجا وحشت زده و هراسان نشسته بودن رسوند و با لحنی ملایم و آرامش دهنده گفت: نترسید بچه‌ها، الان همه چیز درست میشه. برایان به جستجوی اتاقها پرداخت و پس از مدتی معلوم شد که این آب فراوان از سوراخ دهانه کشتی وارد میشه. بنابراین با خیالی آسوده و بدون هیچ گونه دغدغه خاطری این منافذ رو مسدود کرد و سایرین رو از اضطراب و دلهره نجات داد. ساعت 1 بامداد بود و طوفان ادامه داشت ولی کشتی همچنان آرام پیش میرفت.
شدت باد چنان بود که دریا رو میشکافت. گهگاهی صدایی به گوش میرسید و این چنین به نظر میرسید که کشتی به ساحل نزدیک میشه. ولی این تنها سراب آرزوهای اون بچه‌های بی‌نوا بود. ساعتی بعد جریان تندباد صدای گوشخراش رو ایجاد کرد و طوفان شدید بادبان دستی را که ماکو و برایان با اون همه زحمت و سختی برپا کرده بودن رو هم از هم درید. برایان در جواب جاناتان که ناامیدانه از شکسته شدن بادبان به فریاد اومده بود و معترض بود گفت جای نگرانی نیست. مطمئن باش سرعت کشتی کمتر نخواهد شد و کشتی با وزش باد و امواج به جلو خواهد رفت. ماکو کمک ملوان کشتی گفت امواجی که از پس کشتی در جریان است بسیار زورمند هست و باید ما رو به جای برسونه. در غیر این صورت در میون این آب‌ها سرگردان میشیم. هنوز ماکو حرف خودش رو تموم نکرده بود که یهو جریان آب ملوان رو در میون امواج سهمگین دریا ناپدید ساخت. دیگران نیز به شدت به اطراف کشتی پرتاب شدند. این امواج سنگین سبب از جا کنده شدن لبه‌های کشتی شد، به طوری که جریان آب به داخل کشتی تندتر شد. ولی خوشبختانه امواج به طور معجزه‌آسایی زیر کشتی رو نگه داشت. دوستان ماکو محزون و غمگین با وجودی که قادر به شنیدن صدای او و یا دیدنش نبودند مصمم شدند که او را نجات بدن. به همین علت سریعا طنابی رو به داخل آب انداختند تا شاید او را از مرگ نجات بدن. جاناتان فریاد زد ماکو کجایی؟ فریاد بزن تا کمکت کنیم. خواهش میکنم جواب بده. کجایی؟ ماکو گفت کمکم کنید. به دادم برسید. امواج داره منو میبره. کمک کمک. برایان با تمام قدرت و نیرو خود رو در میون امواج داخل کشتی انداخت و به جستجو پرداخت. ناگهان سکوت مرگباری فضا رو در بر گرفت. دیگر کسی جواب نمیداد. ماکو این ملوان بیباک و جوان گرفتار امواج بیرحم دریا شده و از دست رفته بود. این افکار به جان برایان افتاده بود و او را شدیداً غمگین و ناامید کرده بود که ناگهان صدایی از امید در دل او درخشید. آری او اشتباه نمی کرد. این صدای ضعیف و خسته ماکو بود که در دل شب به گوشش می رسید. برایان تردید نکرد و سریعا با چاقو طنابی رو که گلوی ملوان بینوا رو می فشرد و هر آن جان او رو به خطر می انداخت قطع کرد. ماکو نفس راحتی کشید و با صدای منقطع گفت دوست من برایان ممنونم. تو من رو از یه مرگ حتمی نجات دادی. پس از نجات ماکو و برقراری آرامش این 4 جوان جسور و قهرمان دوباره سکاندار کشتی سرگردانی شدند که در برابر امواج سهمگین به پیش می‌رفت. با روشن شدن هوا طوفانی که کشتی رو به خطر انداخته بود تا حدودی کاهش یافت و این جای امیدواری بود. سرنوشت این کودکان وحشت زده چه خواهد شد؟ آیا زندگی اونها در آینده باز هم قرین شادی و نشاط میشد؟ و یا همگی در این جنگ نابرابر زندگی و هستی خود را از دست میدادند؟ این افکار ذهن این 4 کودک سرگردان رو به خود مشغول کرده بود. تقدیر برایشان چه چیزی رو رقم زده بود؟ زندگی یا مرگ؟ در این سکوت مرگبار ناگهان ماکو فریاد زد خشکی خشکی. برایان تایید کرد بله درست میگه، این خشکی در سمت شرق قابل رؤیته. با انگشت خود به نقطه از شکاف ابرها اشاره کرد و گفت ببینید بچه‌ها اونجا رو میگم. جاناتان اما مردد بود و پرسید مطمئن هستی که اون نقطه خشکیه؟ برایان و ملوان جوان با شادی تمام جواب دادن آره زمین در برابر ماست. شادی و نشاط در دل مسافرین سرگشته سلوکی به وجود اومد و جوانه امید در دل این کودکان تنها و سرگردان رویید. این شادی دوام چندانی نداشت چرا که کشتی در اثر وزش باد شدیدی چون ترک‌هایی به عقب و جلو پرتاب شد. سنگ‌های بزرگ مرتفعی که در اطراف خشکی به چشم می‌خورد هراس به دل اونا افکند. همگی مضطرب و نگران در این فکر بودند که اگه کشتی به یکی از این سنگ‌های ساحلی برخورد کنه از اون چیزی جز تخته‌پاره شناور در آب چیزی نمیمونه. این بچه‌های معصوم بیگناه طعمه امواج بیرحم و سمگین دریا میشوند. در این هنگامه مرگ و زندگی برایان خود رو به جلوی کشتی رسوند و فکر کرد بهتره که بچه‌ها رو روی پل کشتی بیاره.
تا وقتی کشتی به ساحل میرسه اونا هم نیز حضور داشته باشن. سپس فریاد زد بچه ها زود بیایید بالا. بلافاصله در 12 بچه خردسال که کوچکترین اونا بیش از 8 سال نداشت به همراه سگشان بالا اومد. کودک 8 ساله با مشاهده امواج خروشان دریا فریادی از وحشت کشید. برایان جلو اومد و با توجه به حس شدید مسئولیتی که در اون وجود داشت همچون نگهبانی وفادار از بچه‌ها مراقبت کرد تا مانع سقوط اونا بشه. ساعت 6 صبح تکان شدیدی کشتی رو به لرزه در آورد و برایان فریاد کشید خودتون رو محکم بگیرید. کشتی به سمت عقب حرکتی کرد و همه قسمت‌های جلوی کشتی رو در هم شکست. ولی خوشبختانه آب از کناره وارد کشتی نشد و پس از اینکه کشتی با دومین موج سنگین برخورد کرد از جا بلند شد و به جلو رانده شد. بدون برخورد با سنگ‌های ساحلی در یک فضای تنگ و باریک در وسط سنگ‌ها بی حرکت بود. آیا کشتی به ساحل رسیده بود و یا همچنان در وسط دریا سرگردان بود؟ کشتی در جایی واقع شده بود که تا ساحل آرام زندگی صدها متر فاصله داشت. قسمت اول در اینجا به پایان رسید. راستی اگه میخوای سریع از قسمت بعدی با خبر بشی یاد نره که زنگوله رو فعال کنی. دوستان عزیز ممنون که تا انتهای این ویدیو با ما بودین. خوشحال میشم که نظراتتون رو از طریق کامنت در زیر همین ویدیو با ما به اشتراک بذارید. یادآور میشم که کانال سرزمین داستان شعبه دومی نداره. همراهان عزیز اگه تمایل دارید تا تجربیات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید میتونید از طریق ایمیلی که در قسمت دیسکریپشن اومده با ما در تماس باشید. تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.